سلام دوستان، امروز قرار آموزش خرید بازیکن و خرید قرضه بازیکن بهتون یاد بدیم. قبل از اینکه شروع کنیم ما رو سابسکرایب کنید. بریم برای خرید بازیکن و اسمش چی بود؟ خرید بازیکن قرضی. شروع می‌کنیم. بازی اول اسکیپ ماچ میزنیم. بازیکن بهمون پیشنهاد بدن. از والنسیا یکیش باختیم، یعنی چی؟ حالا وقتی قرار داده این چی میشه؟ ضبط بزنیم. میار ضبط تیم منگت میزنیم و دومی رو میزنید و آخر همون که بهتون آموزش که داده بودم بهتون گفتم اینجا بازیکنایی که از تیم جدا میشن میان تو این قسمت. رونالدینیو یا چیه؟ تیم تو هیچ کدوم تیم بازیکن 25 سالش هم هست، 1.82 قدشه. باش پیشنهاد میاد تو تیممون. اون رقمی که ما داریم میاد یا نه؟ یس. یعنی اوتر کلوب رو میزنیم. رونالدینیو بهش اینجا بهتون گفتم هم اوتر کلوب. هر بازیکنی که پیشنهاد میدید میاد اونجا. اینم از این. به این بار بازی بعدی امیدوارم این بازی ببریم، جام سوپر جام رو بگیریم دیگه. اگه میشه ما از فلانسی جام نگیریم بریم. این بازم بازیکن اومده. چیه؟ بازیکن اصلا همچین بازیکن من نمیشناسم. اهل آلمان هم هست فکر کنم. آره اهل آلمان هم هست. ولش کن، خوشمون نمیاد از این بازیکن. قدرش 91 بوده، حیف نیست. ولش کن. یه ترکیب بچینم تو این بازی میتونم ببرم. بذارم جای مسی هم بذارم جای راکیتیچ هم بذارم جای نه راکیتیچ رو میذارم بیرون. دمبله رو میارم. همون راکیتیچ رو میارم جای دیونگ. این هم میزنیم دمبله. راکیتیچ هم میارم جای دیونگ و بریم بازی رو بزنیم. بازی رو هم اسکیپ ماچ رو میزنم و وقتمون هم زیاد نگیره. مساوی ابوالفضل جام هم نگرفتیم. حالا ولشون، سال دیگه میگیریم انشالله. سال دیگه شون تو فایل ضبط رو بزنیم. فکر کنم رونالدو نیومد. تیم منگز اوتر کلوب رونالدینیو نیومد. بازم بهش پیشنهاد بدیم اتاق اندویشنر بیاد. بازیکن خیلی خوبه رونالدینیو. بعد سرجو. حالا اینجا بهتون بذاریم بازیکن خریدن بهتون یاد بدیم. هر بازیکنی که دلتون از هر کدوم تیم اهل همون کشور بزنید و سرچ رو بزنید میاد. ما کاردیف سیتی رو میزنیم. الان میخوام براتون پیشنهاد بدم چیزی همین مور کیه بهش پیشنهاد میدیم. یه ضبط روش میزنیم. دومی بازیکن 1 ساله میخریم. این چی میگم؟ مثلا بازیکن 1 ساله قرض از کاردیف سیتی میگیریم این تیمو. حال بزنیم روی کاردیف سیتی. یس رو میزنید تا بازیکن بیاد. این نزدیم. یس. ویزلم مثلا اینو میخوایم. سومی 6 ماه هست. بازیکن 6 ماه قرض میگیریم. همین یس میزنیم. میایم بیرون. اون قرض رو گرفتیم میریم همون تو اوتور کلوب. ضبط رو بزنیم. میان یا نه؟ خدایا بیان. تو آموزشمون هم خراب نشه. سعی کردیم آموزش خوبی در بیاریم بر شما تا به شما بتونید رو خوب یاد بگیرید و بازی رو انجام بدید. این به نلسون سمیتو پیشنهاد دادن. نه آرسنال. رقمش هم نگاه کنید خودتون. من نمیخوام.
میبندمش. از پیشنهادش خوش میاد. حالا اوترکویو میبینی رونالدینیو نیومد، باید پیشنهاد بهش بدیم بگم پولو کم کن و اینا. اوکی رو میزنیم. اوکی. بعدیش این مور اومد. مور ثبت در اکسنس ترمز. یس رو بزن. بله این بازیکن 1 سال قرض گرفتیم. توی بازیکن قرض شما مثلا بیر رونالدو رو بگیرید مثل نیمار فرقی نمیکنه. بازم یس. اینم اومد. 2 تا بازیکن قرضی گرفتیم اینا بهتون یاد دادیم. حالا میایم بیرون. رونالدینی هم که خریدیم. بیایم بیرون. الان ما 2 تا بازیکن از تیم کاردیف سیتی اگه اشتباه نکنم به صورت قرضی خریدیم. این ویدیو رو به اتمام میرسونیم و ما رو سابسکرایب کنید و تا آموزش بعدی خدا نگهدار.